اجراکننده وظیفه رئیس شهری اسفرا بهاءالدین بهادرزاده دومین روز کاری خود را به حیث شهردار با بازدید و شناسایی و سنجش روند کارهای ساختمانی و بنیادی انشاءات‌های مهم جشنی، آموزش مشکلات اجتماعی ساکنان جماعت و واخوری و ملاقات‌ها با مردم شریف دهات وارخ گذرانید. تذکر باید داد که با سفارش به‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساختمان 5 انشاءات مهم اجتماعی جشنی با خرج 30 میلیون سامانی از بودجه ولایتی، چاه عمودی، مکتب نو برای 720 خواننده در دو بست در محله سنگ‌توده، 8 صنفخانه علاوگی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23، تعمیر و نوسازی قصر فرهنگ، میدان باغ و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جریان دارند که افتتاح با استفاده دهی آنها در نیم ساله اولی سال 2021 به نقشه گرفته شده است. همچنین با سهمگذاری صاحبکاران و اهالی دهه سلسله کارهای آبادکارانه در سمت بنیاد مرکز فراغتی و ورزشگاه‌های معاصر، تعمیر و نوسازی بیمارخانه جماعت و کودکستان دهه، تعمیر و از نوسازی راه‌ها، بنیاد باغ‌های سوپر اینتنسیوی و امثال این روی کار آمدند. اجراکننده وظیفه رئیس شهر بهاءالدین بهادرزاده ضمن شناسایی با رفت کارهای ساختمانی انشاءات‌ها همزمان با بررسی و دریافت راه‌های حل مشکلات جای داشته جهت تقویت بخشیدن عملهای سازنده آبادکارانه سریع و با صفت بنیاد نمودن انشاءات‌ها در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشت. در ادامه سفر کاری خویش بهاءالدین بهادرزاده با فعالان و ساکنان دهه واخوری برگزار نمود. مفصول سرآغاز با سپاسگزاری از باوری و اعتماد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تعییناتش به وظیفه رئیس شهری اسفرا از باب دستور و هدایت‌های خردمندانه آینده‌ساز جناب عالی و توجه خاصشان به شهر کهن بنیاد و باستانی اسفرا از جمله با وارخ و مردم شریف آن نیک سخن رانده اهل جمامت را با ملاقات آزاد و آشکارا دعوت نمود. ضمن مردم و شهردار پیرامون مسائل مهم اهمیت سیاسی و استراتژی داشته چون بنیاد راه مستقیم وارخ، حل مسئله چراگاه، تعمیر و از نوسازی قطعه‌های معین نوآباد راه اسفرا وارخ، حجتگذاری قطعه از نوسازی شده کوچه همشفت کودکستان دهه، بنیاد کارگاه‌های استحصالی و تشکیل جای‌های نوی کاری در دهه، تأسیس بخش اداره نotariالی در دهه وارخ و امثال این کوشاد تبادلی نظر نمودند. طوری احساس می‌گردید استقبال مردم از تعیینات بهاءالدین بهادرزاده به وظیفه رئیس شهر اسفرا گرم بوده، باوری و امیدواری‌هایشان از شهردار نو جهت حل مشکلات وارخیان زیاد است. طوری بهاءالدین بهادرزاده خود اظهار داشت من بعد او یک روز هفته کاری خود را در وارخ خواهد گذرانید. وارخ تحت توجه خاصه رهبریت دولت قرار دارد. ما باید یک جایی و سرجمانه مشکلات اجتماعی دهه را حل و فصل نماییم. با درک مسئولیت و احساس وطن دوستی عملاً آباد و زیبا نماییم. تاکید داشت شهرداری اسفرا.